دوستان عزیز سلام، روز بخیر. خدا کنه که جور صحتمند باشید و لباس عافیت وطن داشته باشید. باز هم به یکی از جاهای تاریخی و باستانی قرار داریم که اینجا را نامش میگن همایون تمب یا قرارگاه یا آرامگاه همایون، پادشاه هندی مغولی این سرزمین. البته این مقبرش هست که بعد از فوتش خانمش ایره به سیستم طراحی و میسازه. تقریبا معلومات هایی که روی سنگ اینجا حک شده 12,000 متر مربع ساحه را یادآوری کرده. تقریبا به 8-9 سال بعد از فوت همایون ایره ساخته و بنا. قرار معلومات هایی که در گوگل هست میگه که از مهندسی ایران و هندی مکس کار گرفته شده که همشکل اصفهان بعضی جاهاش همخوانی داره، در جای باستانی تاریخی و فضای سبز که یک تعداد داخلی و خارجی میاین و بازدید میبینن و چه سیستمی ساخته شده و از جاهای باستانی و تاریخیش میبینن و لذت میبرن. دوستان عزیز، البته آسمان هم یک کمی ابری میباشه، گاهی باران و گاهی هم نیمه آفتابی و بسیار یک آب و هوای خوب، فضای آزاد و یک تعداد از هموطنان هندی، البته زیادتر هندی می باشند، از یک قرار کمتر است در این فصل، هوا گرم است، شاید در زمستان زیادتر باشد. و این شکلی که شما میبینید در برگرفته از یکی از آثارهای تاریخی و باستانی که در اگرست ساخته شده به نام تاج محل و در برگرفته از او هست. این را باید گوگل کنیم که ای به او شباهت داره و یا او به ای شباهت داره. بعضی جاهاش دیگه مهندسی از این مکس است، مهندسی ایرانی هندی یادآوری شده. فضای سبزی که میبینیم تقریبا به مو سیستم سر میخوره. بسیار یک جای لذت بخش و خوش آب و هوا. جور و صحتمند باشین دوستا. اینجای